خدایا خود را بشناسم. کتاب خاطرات از ادبیات شناس و نویسنده شهیر تاجیک زنده یاد رسول هادی زاده. تهیه و صدا رامین هادی زاده. بازگشت به سمرقند. خدمت 4 ساله معلمان سمرقندی در کمبینت پداگوژی به آخر رسید. خادمان معارف، معلمان جوان و اهل ضیای پنجکند می‌خواستند که استادان سمرقندی باز چند سال در پنجکند باشند، اما وطن سمرقند آنها را به سوی خود می‌کشید. آموزشگاه نوبنیاد را معلمان سمرقندی به پایه مستحکم تعلیم و تربیت گذاشتند. این تعلیمگاهی به نام خورد در تقدیر فرهنگ و معارف پنجکند نقش نهایت بزرگ گذاشت. ختم کنندگان اولین دانشکده در آن سالها برای پیشرفت مدنیت و معارف پنجکند خدمت‌های شایسته نمودند. آموزشگاه در سالهای بعدی، در سالهای جنگ و بعد جنگ جوانانی را تربیت نموده به وای رسانید که سیمای ملت و فخر مردم کشور گشتند. لایق شیرعلی، مستان شیرعلی، عبید رجب، فیض الله انصاری، اعلی خان افسحزاد، علی محمدی، شراف الدین رستموف و اگر گویم که موقع آموزشگاه پنجکند در تیار نمودن کادرهای جوان برابر یک دانشگاه است، خطا نمی شود. سالها سپری گشتند، اما پنجکند آموزشگاه نام معلمان سمرقندی را همچنان پاس می دارد. سال 1999 ماه سپتامبر با دانشمندان ایرانی با سروری دکتر یاحقی به پنجکند و سمرقند سفر کردیم. در پنجکند ما را خوب پذیرایی کردند. میزبان ما خانم خیرالنساء مولانا و معاون رئیس حکومت شهر بود. کسی مرا به خانم معرفی کرد و در جواب گفت من درباره استاد بسیار شنیدم، اما بار اول میبینم. نام و نسب پدر این کس را از ایشان پیشتر شنیدم. اهل پنجکند تا حال از معلمان برادران هادی زاده ها به نیکی یاد میکنند. گرمای تابستانی سال 1936 نرسیده با پنجکند وداع کردیم و به وطن مألوف خود بازگشتیم. تمام عائله با مادر کلان و جعفرخان عمک و همسرش و پسرچه نخستینشان به همان گذر به همان حولی بازگشتیم. اکنون لازم بود که حولی را به ترتیب بیارند و شکست و ریخت کنند و جای کار و جای خواندن مایان را معین کنند. پدرم به حیث معلم زبان به آموزشگاه تاجیکی رقم 13 به کار درآمد. خواهرم را نیز به همین آموزشگاه به کورس اول قبول کردند. او در پنجکند اساس 1 را تمام کرده بود، لیکن مرا هرچند اساس 1 را تمام کرده بودم به آموزشگاه قبول نکردند. گفتند که برای آموزشگاه خردسال هستم. پدرم با دیرکتور مکتب رقم 22 مکتب 10 ساله گپ زنان کرده قرار دادند که مرا به صنف 7 قبول کنند. همان سال در شهر کهنه سمرقند برای مکتب‌ها چند بنای نوی به اصطلاح تیپی ساخته بودند که یکی از آنها بنای نوی همین مکتب رقم 22 بود. بنای مکتب بیرون از دروازه سوزنگران واقع شده از طرف غرب به گذر اشورچرکین می برآمد. از طرف شرق به جوی شهر نزدیک بود که آن سالها آبی سرد روانی پراپور داشت. دیرکتور مکتب غیاسی مردی تنومند قامت بلند پرگوشت از خادمان شایسته معارف سمرقند بود و در تشکیل مکتب‌های تاجیکی خدمت‌های کلان داشت. شاید به سبب آبروی و منزلت غیاسی باشد که در مکتب چند تن از معلمان نامدار جمع آمده بودند. اعظم خان شهیدی معلم ریاضیات در صنف‌های 8-10، شادی زاده معلم فیزیک، معلم نرزی قولف از درس بیولوژی، بابازاده معلم ادبیات. در همین مکتب
محمد قل نرزیقولوف که استودنتی کورس سیوم فاکولته بیولوژی دانشگاه سمرقند بود در صنف هفتم از زئولوژی درس میداد. محمد قل نرزیقولوف بعد چندین سالها به دوشنبه آمده عالم نمایان انتومولوژ و عضو اکادمی علمهای تاجیکستان گردید. به محیط و شرایط این مکتب زود عادت کردم. دیری نگذشته به اصطلاح فعالیت آوازخوانی، شعرخوانی و شعرگویی سر کردم. چند بار در صحنه مکتب و حتی باری در رادیو اوزل شهر برآمد کردم. بعد چند وقت به نظرم در اول سال 1937 بود سرور پیانیران مکتب وجهتی توردیف نامجوانی گفت که ما تو را محرر گزیت دیواری پیانیران تعیین میکنیم و یک رسام هم یافته میدهیم تا عید 1 می گزیت نغز براریتان. روزی دیگر از صنف 8 شاگردی را همراهش آورده گفت که انا این رسام نامش نظرالله فامیلیش رستمزاده. از پگاه به کار سر کنید. خانچه پیانیران را به شما میدهیم. روزی دیگر به کار سر کردیم. قرار دادیم که اول تصویرهای گزیت را تیار کنیم. بعد به نوشتن مقاله ها میگذریم. نظرالله بچه زردینه کمگوشت و از من کمی بلندتر بود. در کشیدن صورت خیلی به تأنی بود. گاها دور و دراز به کاغذ و طرحی کشیدهش نگاه کرده میماند. من دلتنگ می شدم که اگر کار به همین نسق دوام کند ماهی می سال آینده هم گزیته را برآورده نمی توانیم. نه، بعد کارها نغز رفت و گزیته در وقتش برآمد و ما را تعریف و توصیف کردند. از همکاری در همین گزیته دوستی من و نظرالله آغاز یافت و تا آخری عمر شادروان دوام داشت. بعد از مکتب آموزشگاه، بعد دانشگاهی سمرقند، همیشه ما یک جا بودیم. سالهای دشواری جنگ، سالهای قحطی و گرسنگی با هم دوست بودیم. بعد از آن که به دوشنبه آمده اینجا مقیم شدم، نظرالله رستمزاده هم با سبب همینجا آمده به اسپرانتو از روی اختصاص فلسفه داخل شد. بعدتر عائله خود را نیز آورد. سالهای سال در تحقیق و آموزش امام غزالی کار کرد. اما نتیجه حاصل نشد. زیرا قریب 10-15 سال به جمع کردن مآخذ و کتب و رساله ها راجع به تحقیق غزالی صرف شد. من هر بار می گفتم که آخری کار را زود انجام دادن لازم است. می گفت که باز چند کتاب و مأخذ در خارج کشور هست، آنها را به دست آوردن لازم است. در انستیتوت فلسفه در ترجمه و تهیه آثار ابوعلی سینا کارهای مفید انجام داد. در دانش و پاکیزه‌کاری با دانشمندان عنواندار و رتبه‌دار برابر بود، اما در دفاع رساله علمی حوصله و شتاب نمی کرد. بیرون از کارهای علمی به هنر و پیشه‌های گوناگون شوق و هوس داشت. چنانچه وقتی در منزل خود به کفشیر یعنی سورک نمودن بعضی چیزها ضرورت افتاده است، رستمزاده از روی کتاب این هنر را آموخته، تمام اسباب و تجهیزات کفشیرگری را مهیا نموده کار منزل خود را انجام داد. و دوستان خود از جمله به من هم در انجام چنین کارها آمده مثل استاهای پرکار یاری می رسانید. چنین کارهای طفیلی وقت زیادی او را می گرفت، ولی از مشغولیت ها خرسند و قانع بود. نظرالله رستمزاده به پدری من احترام و محبت خاصه داشت. مادر و دادر و خواهران مرا مثل عضو خاندان خیش دوست می داشت، حرمت می کرد. زیرا او از بچگی به خانه ما رفت و آی داشت. با همه ما در انس و الفت بود. ما با نظرالله دوست و برادر بودیم. تا سالهای آخر زود با هم ملاقات داشتیم. از ایام بچگی، دانشجویی، روزهای زندگی سمرقند دور و دراز صحبتهای گرم و شیرین می کردیم. و ناخواست در یکی از روزهای پربرف ینوری سال 1998 رستمزاده چشم از جهان پوشید. او رفت و یاد نیک وی در خاطرها ماند. جایش روضه جنان باد. تحصیل سال 1936-37 در مکتب 22 به آخر می رسید. بعد از ختم صنف هفتم از روی وعده مرا باید به آموزشگاه قبول کنند. پیش از وداع با مکتب در حیات من واقعی روی داد
که در راه آینده زندگیم نقش روشنی گذاشت. در یکی از روزهای بهاران دیرکتور قیاسی قریب 20 نفر خواننده را جمع کرده گفت که پس فردا در مکتب رقم 21 ملاقات خوانندگان با نویسنده بزرگ استاد صدرالدین عینی برپا می شود. در آنجا خواننده های مکتب های شهر جمع می آیند. از مکتب ما شمایان به این ملاقات می رویتان و رسول استاد را تبریک کرده درباره کتاب های آن کس گپ زنند. از این خبر خرسند شدم. تا این وقت تمام اثرهای به حروفات خودمان چاپ شده عینی را خوانده بودم و در آرزوی آن بودم که کاش نویسنده این اثرهای عجیب و غریب را می دیدم. نهایت به آرزویم می رسم. همان روز مادرم لباسهای تازه پوشانده مرا گسیل کرد. در مکتب 21 که مثل مکتب ما بنای نو ساخت داشت، بچه بسیاری از صنف 7 تا 10 جمع آمده بودند. در صحنه تالار، در پرزیدیوم معلمان، دیرکتورها و در میانه عینی با کمزولی سفید و کله‌پوش چستی نشسته بود. ملاقات سر شد. چند از معلمان درباره استاد عینی و اثرهای آن کس گپ زدند. سپس عینی از منفعت مکتب و خواندن سخن کرد. بعد نوبت به خواننده ها رسید. پس از 1-2 نفر نام خود را شنیدم. از شرم و هیجان سرخ شده پیش منبر ایستادم. شرم می داشتم اما جرأت پیدا شد و به سخن آغاز کردم. گفتم که تمام اثرهای استاد عینی را خواندم. بیشتر از همه به من آدینه تأثیری کلان گذاشت. خیلی افسوس می خوردم که آدینه که جوان سنش به مکتب لایق بود خوانده نتوانسته، در درگاه بای خار و زار شده، عاقبت از ظلم و ستم وی گریخته در غریبی از عالم گذشت. ما بچگان دوران استالینی آزاد و خوشبخت در مکتب می خوانیم و باز مثل همین فکر و اندیشه های بچگانه خود را گفتم. بعد از تمام کردن سخنم از صحنه فرآمدنی بودم که استاد عینی اینجا بیایید گفته نزد خود دعوت کرده از عقیبش در یک ستول شیناند. شما پسر حیدرخان می شوید؟ بعد از جواب تصدیق پرسید که پدرم حالا در کجا کار می کنند؟ ما در کدام گذر زندگانی می کنیم؟ اما که کلانیم رضاخان در کجایند؟ و مثل همین سوالهای مختصر داد و گفت از من به پدرتان سلام گویید شما را گرفته به حولی بیایند. من به خانه آمده سلامی استاد را به پدرم رسانیدم. راستی از این پیش نمی دانستم که پدرم با عینی شناس است. پرسیدم که با عینی کی باز آشنایی دارد؟ پدرم در جواب نقل مختصر کرد. سال 1918 امیر بخارا چندین آدمان روشنفکر را از جمله دامالله عینی را هم به گناه جدیدی عذابهای سخت داد. عینی را به تخت پشتش 75 چوب زده قریب به کشتن رسانیده بود. آن کس را روس‌ها آزاد کرده در بیمارخانه کاغان معالجه کردند. بعد عینی به سمرقند آمده چند مدت در خانه‌های دوستانشان معالجه و استراحت کردند. چند وقت در حجره عمک کلانیت رضاخان در مدرسه شیردار هم استقامت کرده بودند. انا در همان جا من با آن کس شناس شده بودم. بعد از این در مکتب و معارف در مجلس و محفل‌ها بسیار وامی خوردیم. بعد از آن که دامالله از مکتب و معلمی دور شده بیشتر در خانه نشسته کتاب نویسی می کردند، با آن کس کمتر ملاقات می کردیم. پدرم بعد از شکف کتابی به جلد زردی کرتانی مقاوه شده را برآورده از اول آن همان صورتی در بیمارخانه کاغان با تخت پشتی پرجراحت و زخمی عکس یافته عینی را نشان داد. این کتاب را پیش از این هم بعضا در دست پدرم می دیدم و 2 شعری که بیشتر از این کتاب می خواند در یاد من نقش بسته بود. یکی شعری خیلی پرسوزی بود که بعد از هر بند این بیت تکرار می شد. جگرم آب شد و ریخت زیدو چشم ترم، جگرم واو جگرم، واو جگرم واو جگرم. بعدها دانستم که این شعر از مرثیه عینی است در کشته شدن دادرش به دست جلادان امیر. یک بند شعر دیگر این بود: دل باختم ترک محبت کی و
من کی؟ فکری خود و پروای ملامت کی و من کی؟ سودایی دردم غمی صحت کی و من کی؟ کلفت زده ام داده عشرت کی و من کی؟ بیماری غمم بستری راحت کی و من کی؟ بعدها معلومم شد که این مخمسی عبدالرؤوف فطرت بوده است بر غزل حسرت. این ملاقات اولین من بود با استاد عینی. آن وقت نمیدانستم که این ملاقات در زندگی من مرحله خواهد شد و قضای آسمانی چنین نوشته بوده که عینی در راه حیات شخصی و فعالیت ادبی و علمی من نقش راهنمایی را خواهد داشت.